با نام یاد خدای مهربان، عرض سلام و درود و احترام و وقت بخیری و خسته نباشید خدمت همه شما عزیزا. امیدوار هستم که همیشه خوب باشید، صحتمند باشید و از گذشته روزگار در امان خدای بی نهایت مهربان قرار داشته باشید. بسیار زیاد خوش آمدید عزیزا در یک از برنامه دیگه ما. بعد از مدتی بسیار زیاد 2 سال تقریبا 20 روز شد که ما نبودیم، برنامه نداشتیم و البته برنامه داشتیم، یکان برنامه خدمت شما عزیزا میموندیم. خب برنامه‌ای که ما بیاییم خود ما همراه شما عزیزا برنامه داشته باشیم نبود. تقریبا 20 روز شد، یعنی 18 روز، 2 روز کم 20 روز که ما نبودیم و حالی برای شما عزیزا قصه منیم که چه خبر است، چه گپ است و دی برنامه چه خواد گفتیم برای شما عزیزا. خوب است که رازه جان را وقت بود. تشکر. پناهید خداوند بی نهایت مهربان، سلام از دل. امیدوار هستم هر جای دنیا که هستین جور و تیار و صحتمند و سرحال باشین، همیشه خوش و خندان باشین و آرزوی ما صحتمندی و جان و جوری کلگی از شما دوستای نازنین هستم. بله. خب خوش آمدید یک از برنامه دیگه از ما میخوام که حسین جان گفت. خب البته ما شاید 2 روز بعد یا 3 روز بعد یک برنامه داشتیم. بله. ما این مستقیم نامدیم که با شما صحبت داشته باشیم. ما امروز میخوایم که با شما درد و دل داشته باشیم. البته راجع به 2 موضوع صحبت میکنیم که یاسین جان موضوعش خواد گفت و برای همراه باشیم تا آخر برنامه. بله عزیزای دل، در قدم اول جای سپاسگزاری و خوشحالی که دوباره برگشتیم و آمدیم همراه شما عزیزای دل قصه منیم، درد دل منیم، صحبت منیم و با شما عزیزا ولاکا و برنامه‌های دوستانه خواد داشتیم. من میخوایم که امروز خدمت شما عزیزا بگویم بعد از چند روزی که ما و رازه جان آمدیم دیدیم که در چینل یوتیوب بسیار تفاوت‌های عظیم و عجیب غریبی رخ داده، از بعضی از دوستا خراب شده. من خواستم امی تجربه خود و تجربه رازه جان، ما هر دو تجربه خود را برای شما عزیزا بگوییم که یک چینل ما هم دچار همین مشکل شد. رازه جان چینل کدام؟ هزارستان. بله عزیزای دل، اینالی ما خدمت دوستا بگوییم که 2 رقم مشکل پیش آمده. البته قبلا ایره بعضی از دوستای ما گفته بود که ممکن است در 3 کشور افغانستان، پاکستان و ایران کسایی که فعالیت داشته باشه برای ادسنسشان مشکل پیش بیاد و متاسفانه همین گپ هم شد. برای ادسنس ها مشکل پیش آمده و در کل ادسنس ها سید دیده و خراب شده. ادسنس دوستای عزیز شاید بقیه دوستان بر شما تشریح کرده باشه و ما بازم میخوایم که به طور بسیار خلاصه بر شما عزیزا بگوییم که از اون طریق میتونی که اکانت بانکی خود را وصل بکنی و درآمدزایی کنی، مونتایز کنی چینل خود را و اگر اون نباشه، ادسنس نباشه، باز درآمدی که از طریق یوتیوب کسب میشه نمیتونی به دست بیاری. به همین خاطر دوستای عزیز ما 2 موضوع را خدمت شما عزیزا میخوایم بگوییم. اول این که بعضی از خرابی ها از طرف خود یوتیوب، مثلا بعضی از بک‌گراند موزیک هایی که ما استفاده میکنیم یا بعضی از برنامه‌ای که در او یک قسمتی از برنامه بقیه دوستا رو درش استفاده میکنیم، ممکن است اونا کاپی رایت بزنه و یا از طرف خود یوتیوب از طرف رباتایش کاپی رایت گرفته شه و این یک مشکل پیش میبره چینل. اما این مشکل مداوم نیست، مشکل بسیار ساده است که اگر کاپی رایت بخوره وقت می‌بره رازه جان در چینل که مثلا شما 1 ماه 2 ماه و تعلیق افتادید. اما اگر مشکل از ادسنس پیش بیاد، یعنی تعلیقش باز ادامه دار است و حتی امکان حذف شدن چینل هم به وجود میاد. متاسفانه در این چند روز اکثر از چینل ها این مشکل را به وجود آورده و ادسنسشان کاملا حذف شده، از درآمدزایی کاملا مانده و اونا شاید از این به بعد حتی نتونن دیگه ویدیو هم آپلود بکنن. این مشکل بسیار جدی رازه جان. دلیلش هم است که اکثر از دوستایی که موادهای آموزشی میگ داشتن همیشه برای ما توصیه میکرد که سعی کنید برای هر یوتیوب خود 1 تا ادسنس بسازین اگر دوستی داشته باشید در اون طرفا. این بهترین جایه. اگر ما یک زمان با شرکتی که مثلا واسطه میشه تا درآمدزایی را ما کسب بکنیم همراه از اونا قرارداد ببندیم، باز اونا یک بدی داره و او بدیش اینه میسته که در یک ادسنس بیش از 100 دانه یا 50 دانه یا 10 دانه چینل را همزمان وصل کنه که اگر یک چینل یک خطای بسیار کوچیک را انجام بده بقیه چینل هم آسیب میبینه و من فکر میکنم که برای عزیزا اینمی مشکل پیش آمده و کدام چینل تخلف بسیار کلان کرده و از همون خاطر تمام ادسنس هایی که در او وصل بوده را از بین برده متاسفانه.
از ما وقت داده رازی جان هزارستان را الا 22 اکتبر امسال که یعنی یک ماه و چند روز دیگه مانده. انشالله حل خواهد شد این مشکل، ولی برای کسایی که ادسنسش مشکل پیش آمده 97% احتمال ازی داره که درآمدزایی خود از دست بده. خب یاسین جان، سوال اینجا هم هستن که مثلا قبلا نگانا پیسه خود نکشته بوده از ما، باز ما پیسه شما سخته میشه؟ بله کاملا سخته است. اینالی ای تو یک گپ است که در هر 21 هر ماه باز و پیمنتش ارسال میشه رازی جان در حساب بانکی و اونا میتونن از طریق حساب بانکی خود بگیره. اما کسایی که مثلا در طول این یک ماه کار کرده بود و قبل از تاریخ 21 این حادثه افتاده و اینال هرچند که در پیمنت خود داشته باشه اونو هم کسر میشه و سخته میشه، از بین میره، به خاطر که ادسنس یک دفعه قطع میشه و دیگه نمیتونه که با حساب بانکی خود واسطه داشته باشه. خب دوستای عزیز، از این نتیجه میگیریم که بیاییم هر یوتیوبی که جور میکنیم ادسنس جدا داشته باشه، به خاطر اینکه که اگر 10 دانه یوتیوب در یک ادسنس باشد یک دانش خطا بکنن اینو ما 10 دانه یوتیوب خودش بسته باشه و درآمدزایی 10 نفر دیگه از بین میره. به این خاطر است که بیایم هر یوتیوب ادسنس جداگانه داشته باشد تا اینکه اگر از یک نفر به مشکل برمیخورن یا خطا میکنن، خب آدم گفتن نمیتونن یک رقم است یاسین جان که می بک‌گراند موزیک هایی که میچندیم خیلی کم هم که باشه کپی رایت بگیره اون به مشکل برمیخوریم. و به خاطر است که به خاطر احتیاط خود ما هر یوتیوب ادسنس خود داشته باشن تا اینکه بتونیم امو از اون موضوع مشکلات جلوگیری کنیم. بله، راحت تر رشته راحتشون نموسته که هر کس برای هر یوتیوب خود جدا یک ادسنس داشته باشه. ولی بعضا امکان پذیر نیست رازی جان، اکثر از دوستا خب شناخت نداره و او خاطر ناچار است که از او شرکت ها استفاده بکنه و حالا مو یک بدی بسیار برجسته را داره که در یک ادسنس چندین یوتیوب را با هم وصل میکنه که اگر یکشون خطا کنه همهشون از بین رفته دیگه. اما یک ضرور مسئله است میگه به خاطر یک شوم بسته شاری روم سخت، یک نفر که خطا کرد اون 20 نفر دیگه ضرر میبینه. ولی این ضررها انشالله که جبران پذیر است رازی جان. هرچند بسیار سخت است مثلا تو یک سال بستر زحمت بکش در یک جای برسان یوتیوب را و بعد دوباره نمی در یک روز به خاطر خطای یک نفر دیگه، اونم که خودت خطا نکرده باشی، به خاطر خطای یک نفر دیگه زحمت یک ساله، بعضی از زاین 2-3 سال زحمت کشید، در زحمت 2-3 سال هدر میره. و این که تو یک بعضی دوستا خود دل میده میگه خب خیر است من یک تا جدید جور میکنم انشالله شما دوستا ما را حمایت کنید. درست است، عزیزا هستن بزرگواری من لطف من حمایت منه، اما رساندنی ای تا رساندنی او خیلی گبه دیگه. پس تو دوباره 30,000 فالوور یا سابسکرایبر که داری، 20,000 سابسکرایبر که داری دیگه رساندنش پس 3 سال دیگه در بر میگیره که تو در اونجا برسی. اون مشکلات خود داره، اما یه جگرخونه خودم داره که بشنوی ادسنس خراب شده و خودت خطا نکرده باشی یک چیز خطا کرده باشی او دیگه زیاد جگرخونی داره. و در اوایل کار از ما یاسین جان هممونطور بود به خاطر از اینکه چندین چینل در یک ادسنس بود و از دوستای یاسین جان پیدا شد دیگه. امین لطف کرد دیگه از من جدا شد تا تو تک تلاش شد. اگه ما هم رازی جان میگه خط کردم 11 چینل جای بود. 11 چینل و کلشان هم بقیهشان بجز از ما که ولاگ بود دیگه راش خبری بود که امکان ازی داشت اونا هر لحظه هر ویدیویی که اونا از سایت میگیرن ممکن است که کپی رایت داشته باشه و به خاطر ما بسیار زیاد ترس داشتیم. ولی متاسفانه بازم هزارستان دچار مشکل شد و این مشکلش موقتی است. ان شاء الله تا 22 اکتبر حل میشه و بقیه دوستا هم ان شاء الله که مشکلشون حل میشه. البته یک راه داره که اونا ادسنس جداگانه بسازه و از سر دوباره خدا کنه اونا رخت داده باشه. اگر رخت داده باشه میتونه پس دوباره در وقت دوباره درآمد درخواست درآمدزایی بکنه و ادسنس خود را تغییر بده که اگر پس دوباره در ادسنس وصل کنه باز مشکلات پیش میاد دیگه. این مشکلات را داره، این مشکلات ها هست، همیشه هست، گاهی اوقات سخت است، مشکل است و دوستا بازم بخشش باشه که در این مدت ما ویدیو نداشتیم و در ویدیویی که خود ما بیایم همراه شما عزیزا دیگه اینزی به بعد انشالله در خدمت شما عزیزا خود بدیم. یک سفری 18 روزه داشتیم که به تازگی برگشتیم انشالله که با شما عزیزا باشیم. بله دوستای عزیز، از این بعد هستیم ما را همراه باشید
قصدیر که ما رو تحمل کردید، ویدیو های مرسل کردید، حمایت کردید. از بعد منتظر حمایت های شما هستیم. خب مشکلات وجود دارد بله. در هر جایی در زندگی، حتی در یوتیوب. بله یوتیوب هم جمله زندگی دیگه. بله و بخاطر دیگه امروز خواستیم با شما دوستای عزیز باشیم تا برنامه های دیگه که باز هم در خدمت شما حاضر باشیم. کلگیشون خدمت یک تا تول کنیم. بله دوستای عزیز، دمی مدت که ما نبودیم واقعا بر شما دیگ شده بودیم. انشالله که شما برای ما دیگ شده باشید. دیگه باز هستیم برنامه کوشش می‌کنیم خب تقدیم شما عزا بکنیم تا برنامه بعدی که باز خدمت شما حاضر خواهد شدیم. خدا نگهدارتون.